شیخ گفت پس برنج من چرا مرغ ندارد؟ حکایت زیبای امروزمون این گونه است. در روزگار قدیم مردی بود که او را عابد و زاهد زمانه خود می دانستند. این مرد روزی بالای منبر گفت هر کس می خواهد بهشت را بخرد بیاید. مردم جمع شدند و شروع کردند به خریدن بهشت. شیخ همه بهشت را فروخت و تمام شد. مردی آمد و گفت من دیر رسیدم و اموال زیادی هم دارم. باید به من هم جایی از بهشت را بفروشی. شیخ گفت همه جاها تمام شده، فقط جای خودم و جای الاغم مانده. با اصرار مرد شیخ کرم کرد و با فروش محل الاغش موافقت کرد. روزی دیگر مجدداً شیخ به فروش بهشت مشغول شده بود. یکی از مریدان از او پرسید یا شیخ مگر در مرحله قبلی کل بهشت به فروش نرفته بود؟ شیخ لبخند ملیحی زد و با نگاه عاقل اندر سفیه فرمود بهشت را طبقاتی هست. آنها که فروخته شد مربوط به طبقه اول بود. روزی شیخ بین نماز فریاد کرد. پس از نماز از او پرسیدند یا شیخ چرا فریاد کردی؟ گفت همکنون که در بصره هستم در مکه مشاهده کردم که سگی می‌خواهد وارد مسجد الحرام شود. خواستم آن سگ را از مسجد الحرام دور کنم. مردم از این کلام شیخ در شگفت شدند و ایمان و ارادتشان نسبت به شیخ بیشتر شد. یک نفر که از همه خوش‌باورتر بود به منزل رفت و کرامات شیخ را برای همسرش تعریف کرد. زن که بسیار باهوش بود گفت باید این شیخ با چنین کرامات را برای صرف غذا به خانه دعوت کنیم تا خیر و برکت به خانه ما هم بیاید. مرد از این فکر خوشش آمد. زن ادامه داد تنی چند از یاران شیخ را نیز دعوت کنیم. مرد با خوشحالی پذیرفت و شیخ و یارانش را دعوت کرد. زن هم غذایی درست کرد و شیخ و یاران وارد شدند و زن غذا را در آشپزخانه منزل کشید و مرغ‌های پخته شده را بر روی برنج‌ها گذاشت. اما مرغ شیخ را در زیر برنج پنهان کرد. وقتی غذای هر یک از مهمانان را دادند، شیخ نگاهی به غذای خود انداخت و به مرد میزبان گفت غذای من مرغ ندارد. مرد شرمنده شد و بانوی خانه را خواست. زن که منتظر چنین فرصتی بود گفت یا شیخ تو که در بصره می توانی مکه را از این راه دور مشاهده کنی و حتی سگی را از مسجد الحرام برانی، پس چرا در اینجا با این فاصله اندک مرغ را زیر برنج نمی بینی؟ بنابراین شیخ سر به زیر انداخت و رسوا شد و یارانش پی به حقه بازی او بردند. همراهان عزیز، امیدوارم از داستان لذت برده باشید. لطفاً عضو کانال من بشید و با لایک و نظرات زیباتون از کانال من حمایت کنید و زنگوله رو هم بزنید تا از داستان‌های بعدی با خبر بشید. شب خوب و زیبایی داشته باشید.